مرحبا جوارا گلو دوستو هوالان. خدای مد قرآن پیروز دا جمرا دبیجه بسم الله الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ای محمد علیه الصلاة والسلام جوان را بیجه اگر هون خدای حز دکن تابعی من بن تا که خدای و حز بکه. بله دوستو هوالان و دنی دا آرمانجا غایه هری مزن اوه که خدای ما جمع راضی به ما حز بکه. وی علی دا قرآن جمع را آلی کاری دکه. قرآن جمع را ریه که نشان دده که انوی ریه دا هرن خدای ما هم یه ما راضی به هم جی یه ما حز بکه. اوری چیه دوستو هوالان؟ اوری سنت سنیه. یعنی گوتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، کردن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، او تشتی کو جوی هات نکردن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ساکت مایه تشتک نگوتیه اموام تشترا سنت دبیجن. کو ام فنا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ام جیان بکن ام حیات خود درباس بکن گله قشبهی نکن که خدای ما یه ما حز بکه. لورا خدا خود بیجه جوان را بیجه هون تابعی من بن تا که خدای و حزبکه. خدای ما گل دوست هوالان سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بخه نصیب ما و نصیب و گشتک انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.